تبریک میگم. شما به عنوان نگهبان شب جدید دخمه زرتشتیان یزد استخدام شدید. یه تپه سنگ دور افتاده، جایی که سایه های خاموش، صدای باد و دیوارهای گرد سنگی شاهد صدها سال مرگ و خاموشی. در طول روز همه چی طبیعیه. توریستا میان عکس میگیرن و میرن، اما وقتی آفتاب غروب میکنه دخمه بیدار میشه. وظایف شما ساده است. در فلزی ورودی رو از داخل قفل کن، شعله‌های مسیر سنگی رو روشن نگه دار، اطراف برج رو گشتنی کن و هرگز قوانین شبانه دخمه رو زیر پا نگذار. قانون اول: از ساعت 2 بامداد به بعد هر صدایی از در ورودی برج خاموش را شنیدی نادیده بگیر. صدای پا، خرش روی سنگ یا حتی صداهایی که به زبان باستانی زرتشتی چیزی زمزمه می‌کنه. قانون دوم: اگه دیدی مشعل شماره 4 همون که کنار کتیبه یک گچی فرو ریخته است خود خاموش شد، سریع به اتاق نگهبان برگرد. داخل کش و سمت راست یه جعبه فلزیه. اون رو باز کن و شمع سفید رو روشن کن و تا ساعت 3:07 ساکت بمون. اگه صدای زمزمه کودک شنیدی جواب نده. قانون سوم: هرگز به نورهای ضعیفی که از پشت دیوار بلند سمت غربی دیده میشن نزدیک نشو. اونجا اتاق تعطیل، جایی که مردگان رو برای سپردن به برج آماده میکردن. نورهایی که از اونجا میان مالی دنیا نیستن. قانون چهارم: اگه حوالی ساعت 3:30 از بلندترین نقطه دخمه، جایی که جایگاه جسدها بود، یه مرد با لباس سفید دیدی که پشتش به توه، هیچ کاری نکن. از همون مسیر که اومدی برگرد پایین. اگه صدات زد فقط راه برو. اگه اصرار کرد بدون که اون نگهبان قبلی هنوز کامل نرفت. اگه سوالی داشتی فالو کن. موفق باشی.